خب درود میفرستم خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم که امروز میخوام با توی صحبت کوتاهی بکنیم. مسئله ای که عایز اهمیت بود گفتم باهاتون در میون بذارم. قبل از اینکه بریم سر کار و کارمون رو شروع بکنیم این موضوع رو بگیم. اونم این موضوع که آقا قضیه دلار، طلا و حالا مسائل اینجوری که بحث بازار جهانی داره، مسئلهش باید جدا از این قضیه حل بشه. یعنی اصلا اون برمیگرده به دستگاه دولت و که اصلا به ما ربطی نداره. یه مسئله خیلی مهمی که به ما خیلی ربط داره، به مردم ایران ربط داره، موضوع اینه که آقا اینا گرون شده. چرا سیب زمینی، پیاز، گوجه، خیار، این سیفیجات و میوه‌جات و اینا برای چی اینایی که داره تو کشور خودمون از خاک خود ایران تولید میشه، چرا اونا باید گرون بشه؟ مگه داداش تو داری میری سیب زمینی رو با قیمت دلار میخری؟ اون کشاورز چرا باید بیاد مثلا مبلغ بالا بفروشه به بازار تره بفروشه به جای دیگه؟ این اصلا خیلی غیر معقوله. یعنی چی؟ چرا باید خودمون سر خودمون رو کلاه بذاریم؟ تو کشورهای دیگه همچین چیزی پیش نمیاد. آقا چیزی که داره تولید میشه تو کشور خودمون باید قیمتش مشخص شده باشه. تو داری سر مردم کشور خودت هم کلاه میذاری؟ مگه داریم همچین چیزی؟ از خودی بخوریم که خیلی بدتره. که ما میگیم آمریکا داره بازار جهانی رو خراب دستکاری میکنه، اون یکی میاد فلان کارو میکنه، هممونم ناراحتیم، هممونم به هم ریخته ایم. ولی چرا باید توی خود کشور اون چیزی که داره تولید میشه همونو سر مردم خودمون کلاه بذاریم 2 برابرش کنیم، 10 برابرش کنیم؟ الان سیب زمینی برای چی باید انقدر گرون بشه؟ پیاز، گوجه، بالاخره هر چیزی که داره توی همین خاک تولید میشه همون داره چندین برابر به مردم فروخته میشه. خب خودمون به خودمون رحم کنیم. من که دیگه فر خورد، جای دیگر نمیدونم. خوشحال شدم. اهورامزدا نگهدارتون باشه.